خانم مریض سرطان داره که در 15 سال سمیر ورد. خانم شما؟ خانم خود تحت تداوی توبات رو بیتری هست ولی تو انشالله خداوند شفای بده. من میدونی که سمک مردم داره، سمک مردم داره، بیدیسی رفته بیدیسی چی کمک کنه. اینجا یک کفاشی میبینیم، بیرون پیششون از کجا هست؟ سلام علیکم. و علیکم سلام. با اجازه هستش؟ بله بفرمایید. زنده باشید. آجی جان از کجا هستی شما؟ من از افغانستانم. خب ولایت فراه. خب در ایران اومده 40 سال زندگی میکنم. خب دیگه فعلا کاسبی کار نمیتونه کردن. 6 سال میشه که من کفاشی میکنم. درست. دیگه حالا مشغول کارم. قبلا سالهای قبل چی کار میکردی شما؟ سالهای قبل من 12 درس خوندم. کلاس 12 درس خوندی؟ 12 درس خوندم. بعد رفتم سربازی. وقتی که انقلاب خلقیا شد خب بود من تدریس گرفته اومدم باید درخواستی دادم معلم شده شیندن. از شیندن باز یک 6 برج اینجاش معلمی کرد رفت ایراد لیسه زراعت ایراد معلم بودم. چند سال سن داره شما؟ حدوداً دقیق خبر نیست 67 سال دار. 67 سال. حالا ماشاءالله. کم زیاد یا 68 یا 60. بچه شما هم خیلی شما کمک مینه کار مینه با شما جدایا؟ من 9 فرزند دارم. بله. 2 دختر 2 پسر. درست. یک پسر من اینجا درس خونده تا کلاس 12. خب. دیگه مکلای در دانشگاه کابل اینجا درس خونده. یعنی اینجا حالا چه کار مینه که درس خونده با پیشرفتی و این چیزا؟ سفیرو هر کاری که برابر شید. درست. معامله گری مثلا کاری ایرایی را مینه. حکمت الله که مهندس که در کارواش اداره کرد. 1 سال 2 سال تو کارواش چندان استفاده نداشت. دیگه بعد از کارواش یک کارواز در یعنی مهندس بود بازم اینجا کار کاریگری و کارواش و این گپا خلاص که شدن. درست. بعد اومد. شما روز چند در میاره اینجا؟ چیز خونی از طرف صوفی چیزی نیه. 50 تومانی 60 تومانی بعد از دور میشه. حدوداً حال کم زیاد یک رو میگینی 100 تومن 110 تومن 120 تومن الا 250 آخری بعد روزا دیگه درآمد نیه. یعنی این کارمو مشغول کار کنم دیگه کاری. یعنی کفش رو رنگ میزنه و کفش میدوزی گپا؟ بله بله. خب پس روزانه خرج خونه و این گپا چند میشه ماما جان؟ مصارف خونه خب خیلی. درست. خدا دوام نکنه دوستای مثلا اینا که خونه میایم مثلا جای من میایم دیگه درآمد من نمینه که دین پیدا کرد و خونه مصرف نیست روز پیدا مینه که مصرف شکر خدا سالم است. بله بله سالم است. خدا دوستا کم نکنه. دوستا میشه میایم که پرسان مدینه مجلس مینون درست. مثلا اواری از افغانستان زیرا میگیره خیلی خوشبختم. خدا دوام نکنه میر نگیره جان سالم داشته باشون. این یک نعمت بزرگ انشالله خداوند یک عمر سالم بشه. در آینده ما شما رو چی کنه اولاد ما شما چیده و خاطر باشن در نظام کار بیاید که خیلی مردم راضی باشه. بله انشالله راضی باشه. انشالله آینده افغانستان هم روی بیتریه خدا خواسته باشه ببینی که چیکار میشه. خب شما چند سال میشه کفاشی رو انجام میده؟ حدوداً 7 سال میشه. 7 سال. 7 سال میشه. قبلا من انوارم کار میکرده 25 سال انوار کار میکرده. بعدا اومده یزد دیگه کارتام از یزد بود. همین دیگه یزد اومده باز رفت میدون تربار کار کردم. چند سال میدون تربار بود و 1 سال 3 سال شهرک صنعتی یزد کار میکرد. درست. بعدا دیگه میکاسی و افغانستان چند سال بوده شما؟ یعنی کامل چند سال از افغانستان میشه آماده شما؟ حدوداً 40 سال میشه. سال آخرش سال 61 ما آمدیم ایران. آخرای 61. 40 سال. خونه اینجا از خود شما نه یا کرای چیز میده چطور هست؟ کرای خونه خود 1 سال 3 سال 2 سال میشه که خیلی کرای خونه بالا رفته. درست. دیگه ما چیزی که بخریم خیلی قیمتیه. کرای خونه ما فعلا میده مثلا 4 میلیون میده. 4 میلیون فعلا میده.
40-50 میلیون هم مثلا رند کردن دیگه نمی‌بینه دیگه هر مسلمان میگیره هر مهاجر افغان همینطور به بدبختی گرفتاره خون 5 میلیون 6 میلیون 7 میلیون مثلا 150 میلیون هم رند 200 میلیون هم چی؟ رند کرایه مثلا 6 میلیون 7 میلیون و 5 میلیون هم میگیره درست. همین شکر خدا دیگه شما حالا کار لگتی و علیکم السلام و رحمت الله. جناب مولوی صاحب هم که ماشاءالله تشریف آورد. مولوی صاحب شما از کجا هستی؟ ولایت فرا هستم. خب کاروبار شما در اینجا چی است؟ توری مریض داریم. این یعنی از فرا تازه اومدی این طرف؟ نه ما مقیم بندر عباس هستم. مقیم بندر عباس ماشاءالله. خب شما با 12 کلاس درس فعلا کفاشی می‌کنید درسته؟ بله بله ماشاءالله خدا شما رو حفظ کنه. اونجا بعد از 12 کلاس که درس خوندید معلمی هم کرده شما؟ بله معلمی کردم دیگه اونجام خیلی خراب شد خدا بخیر من اونجا خیلی خراب بود دیگه من اقتصادم چیزی نداشت پدر من مثلا پای شکسته بود افغانستان کابل بود بعدم دیگه زن و بچه برادر من زندان بود زن و بچه برداشت رو اومد ایران دیگه همین کارهای باغ کردم مثلا آبداری و اینا این کارهای کرد تا خیلی بعد ما اولی خیلی خراب بود استاد ما ضعیف بود چیزی نداشتیم زحمت خیلی کشید یعنی چند سال میشه جمعا شما کار مینه فعلا؟ تا حالا کار میکنم از سال چند؟ انا بعد از سال 61 تا به حال 62 تا رو کار میکنم بعد از 62 تا به حال کار میکنم حدوداً 60 روز نکده که من کار نکنم هر روز من کار میکنم یعنی 41 سال میشه کار میکنه شما درسته؟ 41 سال کار هیچی هم فعلا در بس و بساط نه درست. از طرف کسی کمک چیزی هم میشه برای شما؟ از طرف سازمان ملل نه دیگه کمک نکرده چی نکرد خود من مریضی خیلی دارم مریضی پاتیک دارم مریضی مثلا کمپیوتر دارم مریضی دیگه از کنه که مریضی های دیگه روز مرا که مثلا یک مریضی پیش میشن یا بستر مینه یا چیزی مریضی ها خیلی شده قلب من میتو ضعیفه شا ضعیفه گوش ها مثلا میدینه که من بیزیستی مثلا چی کردم چی کمک نمیشه به من گوش ها من چه سمک دارم سمک هم کسی دیگه داده هیچ ندارم ما نمیدینه که من زحمت میکشیم باید شکر خدای ما کبر نمینی بادم خود ای روزگار بله روزگار بله واقعا اینطوره. شما اینجا اجاره میده؟ بله اینو داکه پیچی که یاتر چیزا که من خودم گرفتم داکه چندان چیزی نبوده داکه شخصی بوده اینا خودم گرفتم مدار آورده اینا درست کردم 300 تومن در بردی کرایه میدون دیگه شهرداری کار نداره اگه مثلا کار بشه که شهرداری صاحب دیر میفرسته و آدم اینجا اردوزاری میکنه میگه بابا هم بده چی بده یعنی شما رو هم گیر میده بعضی موقع؟ حالا خب نه کلوتر ها میده حالا نه درسته حالا چون شناخته شده مردم میشناسته که فقیر آدم بله این غرفه شما هم بیشتر از یک در 1 و 20 بیشتر نیه دوستا همینجور که مشاهده مینه این غرفه آجاقه و واقعا زندگی سخت داره تجربه بزرگی داره با 12 کلاس درس با 12 سنف درس خوندن فعلا اینجا کفاشی میکنه و آدرس دقیقی هم داخل کپشن ان شاءالله به شما میفرست و کسی خواست کمک کنه یزد کوچه برخوردار میدون مجاهدین کوچه برخوردار میدون مجاهدین وسط میرچماق و میدون مجاهدین میشه به دست راست این آدرس اینه دوستا روبروی بانک صادرات این هم بانک صادراته بله واقعا همینطور زندگی سخت داره و خود من میبینه دوستاشم تلاش میکنه کوشش میکنن فعلا توی هوای سرد دتامر میبینی که رود 10 دفعه 2 دفعه چیزانا توی دستما میره که شا ضعیفه بله مثلا نیروی هم نداره یقدر مثل سرکی درست
یعنی روز شده شما گفته باشه که چرا آماده ایران به همون وطن میموند و یک کار خودکاسبی یک کشاورزی چیزه؟ عرض کنم که من فکر کردم که اگر من بری افغانستان بری هیچ درآمد نداره و زمین مثلا ملک نداره اونجا من بری چیکار بکنم؟ هیچ کار نمیشه. حتی من نمیتونه که سوخت برابر کنم. مثلا نفت میخواه، ایزام میخواه، چیزی میخواه، یا ایالداری من خیلی بده که دخترها مثلا ما 9 نفر نونخور بودیم، اونا همه یا نون میخواد که ما اگر افغانستان میرفته نمیشد هیچ کار. حالا ایدی به بعد اگه خدا خواسته باشه بری حکومت باشه، اگه کمک باشه حساب باشه اونجا خدا تعالی یک آرامی بیاره که همه مردم بری، همه مردم معذیت اینجا معاوره دل خوش ما نداره. خدا وکیلی ما ارزش یک گربه نداره، یک گربه ما نداره. بعد مجبوریه چکار؟ بله انشالله خداوند وطن آرامی بیاره که همه ما و شما از تمام کشورهای دنیا بر بگرده به وطن خود ما و شما. خداوند تعالی یک اتفاقی هم بستگی مار بده رحمون سله باشه. مردم خیلی مردم اونا ما مثلا مدبخت بیچاره شدن، یکی سالم نیه، یا پای درد مینه، یا پای شکسته، یا کمر درد شده، یا دست کمره، یا دست گردنه. یعنی آدم سالم اینجا نمیبینی. جوانا هر چی که سیبی شده کارای سنگین ما میبینی، همین جوانا ما میبینی. در ضمن بعد جوانا میبینی که بیرا شده، بعد جوانا رفته خارج رفته، مثلا اینجور شده پیر مادر پیرزال خود ویر کرده رفته اونجا رفته، بعد بفتی اینا رفته. ولی وقت خیلی خراب. خدا تعالی در آینده افغانستان ما پیروز کنه، افغانستان ما سرپا برسه انشاءالله. بلکه خوب شد. اون 4 نفر ما 4 نفره نون خورد با همین درآمد 4 نفر هم تو شما نون میده. 6 تا میشه ما 6 تا میشه با خود با شما و خانم شما. درست. دیگه بقیه پسرها و دخترها رفته دنبال وقت. یک پسر جدایم. بله. جدای کمک نینه با من. خدا خیر بده. بله. کرا خونه و اینا رو نمیده که ما درآمد ندارم. خدا دوار نکنه مرد میمون از در دنیا مثلا کرمون بندر عباس جای مثلا در جای دورتر خدا کم نکنه اول میاد پیش من میاد. بله با همین وضع و اوضاع بازم مهمونداری همه چیز شما زیاد داره. بله ما افغانا بیشتر به مهمونداری خیلی معروفه. خب دیگه اوجی صاحب این از روزگار اوجی صاحب. بچه‌ها انشالله شماره کارت خود اوجی صاحب را میگیره داخل کلیپ میگذاره، هر کی خواست کمک چیزی به اوجی صاحب بکنه دیگه انشالله خداوند حساب شما و همه دوستایی که کمک میکنه و خودی بخشنده و به شما چندین برابر میده انشالله. مستای امدادگر اینا هیچ کمک با ما نکرده، هرچی که میاره میکنه باید اینا دوری مساویانه کمک بکنه برای مساکین، برای غریب، برای کسی که درمونده، برای بیوه زنا مثلا بیوزلا، برای زنا کمک کنه. نه اون کسایی که من چون دارم و خونه داره اینجا در ایران اول ثبت نام میرساد میشه با اونا ملاحظه باید نباشه. سازمان ملل باید نگاه بکنه که کی مستحق. بله یعنی سازمان ملل که کمک میاره باز به اونایی میده که پارتی و پارتی بازی میکنه. بله خیلی وقت نمیشناسه، چون اونا نمیشناسه مردمای دیگه کار میکنه. بله دیگه نظر جناب باشه طرفی افغانای بس. بله یک لحظه هم دستای که انگشتا شما که خونمال شده بی زحمت این دوستا همینجور که مشاهده مینه میگه خیلی وقتا بیشتر هم چیز میشه. درست. شماره کارت به نام که ناجی صاحب به نام خود شما؟ شماره کارت داره خاطر منونویا، شماره کارت داره به نام خودم. به نام خودت؟ به نام عبدالمجید نورزهی. خانم مریض سرطان داره که در 15 سال سمیر ورد. خانم شما؟ خانم خود تحت تداوی. خداوند شفای بده. چند سال میشه سرطان گرفته؟ سرطان سینه برداشته و دیدن شاید 20 سال 21 سال باشه. اول تحت درمان بیتری هست ولی تو انشالله خداوند شفای بده. دوستا همینجور که مشاهده کرده میره مثلا دکتر میره آدمان چیزا میره و انشالله الله پاک خود من میبینه که سمک مردم داره، سمک مردم داره. بیدیستی رفته بیدیستی چی کمک کنه
بهزیستی هم کمک نکرده، سمعکی هم که گذاشته توی گوشش مردم داده بهش. بله خیر انشالله دوستا رفیقا اندوالا بلکه خدا یک کمک چیزی بکنه با حاجی صاحب دیگه. ما دیگه فیلم شما رو به انتشار میگذاره داخل یوتیوب دیگه. الله پاک شما خیر بده. زنده باشی حاجی صاحب. خدا کم نکنه. سلامت باشی. خدمتگار مردم باشی. سلامت باشی. زنده باشی.